درود بر شما همراهان نازنینم. به خانه داستان خوش آمدید. خوشحالیم که این کانال رو برای همراهی و شنیدن انتخاب کردید. ما در راهی قدم گذاشتیم که به دلگرمی و حمایت شما نیاز داریم و بسیار بسیار مشتاق دیدن نظر و پیشنهاد ارزندتون هستیم تا با بهره‌گیری از آگاهی شما کیفیت کارمون رو بهتر کنیم. لایک، کامنت و معرفی کانال به دوستان علاقمند برای ما اهمیت فراوان داره. امیدواریم کانال خانه داستان رو سابسکرایب کنید و معرفیش کنید به دوستان ارجمندتون. در ادامه داستان کوتاه برباد داده نوشته عباس معروفی تقدیم شما خواهد شد. جیم سایه برگ‌های درخت‌ها را نگاه می‌کرد که با باد تکان می‌خورد و رنگ به رنگ می‌شد. بوی خاک نمناک گاه نفسش را می‌گرفت و گاه حالش را جا می‌آورد. بعد به کبوترهایی نگاه کرد که در پاشویه حوض بزرگ پارک شهر به چیزی نوک می‌زدند. بی آنکه نگاهش را از این چیزها برگیرد، احساس خوشی داشت. گفت: میخواستم این شعر رو برای شماها بخونم. بازنشسته بهداری گفت: من بازنشسته بهداریم. مرد چاق گفت: عجب هوایی شده، و از جیب کتش یک کبریت بیرون آورد و گفت: من روی همین کبریت براتون رنگ میگیرم. جیم سایه گفت: یادتون هست اون سالی که سقف فرودگاه مهرآباد اومد پایین؟ یه عده مردن. مرد چاق گفت: خب آره. جیم سایه گفت: من 2 سال قبل از حادثه پیش بینی کرده بودم. تو شعرم اخطار کرده بودم، اما کسی توجهی نکرد. حالا هم یه شعر دارم که... مرد چاق گفت: استاد صبر کن ببین من با این انگشتانم چه میکنم. جیم سایه گفت: آخه موضوع مهمی توش هست که باید... بازنشسته بهداری دوید توی حرفش: نه استاد جان، اجازه بده ببینم این استاد روی کبریت چه میکنه. جیم سایه کاغذ را تا کرد و در جیبش گذاشت. خیلی خوب بزن. زد، قشنگ زد، اما هیچ به دل جیم سایه ننشست. سعی کرد خوشش نیاید و ظاهراً بی تفاوت بماند. شاید به این خاطر که او هیچ وقت از صدای دایره و تنبک خوشش نمی آمد. صدای کمانچه و سنتور را ترجیح می داد. گفت: خب. بازنشسته بهداری گفت: آره، و ابروهاش را لنگ لنگ بالا انداخت. بشکن زد. دگمه های کت گشادش را باز کرد. دستها را به کمر زد و قشنگ قرد داد. جیم سایه نه آن روز و نه روزهای بعد نتوانست بفهمد که چرا بازنشسته بهداری آنقدر خوشحال است. نه آه و ناله‌ای دارد، نه جایش درد می کند و نه انگار پیر شده است. و انگشتان مرد چاق چنان روی قوطی کبریت می جنبید که جیم سایه به جای صدای ضرب محو ظرافت آن انگشت‌ها شده بود. بعد یک بار احساس کرد دلش گرفته است. اما آن 2 نفر قهقه زدند. مرد چاق کبریت را در جیب گذاشت و گفت: چطور بود استاد؟ جیم سایه گفت: بد نبود، این هم هنری است. بازنشسته بهداری گفت: حالا تو میگی چی؟ جیم سایه گفت: حرفی نزدم، من میخواستم شعرمو بخونم. مرد چاق گفت: ولش کن استاد جان، دنیا ارزش این حرفا رو نداره. جیم سایه کف دستش را به موهای نقره‌ایش کشید و گفت: باور کنید من راستی شاعرم. مرد چاق گفت: توی این مملکت کی شاعر نیست؟ و پاهای کوتاه و چاقش را مثل بچه ها حرکت داد. نگاهش به چند کبوتر بود که داشتند در پاشویه آبخوری پارک شهر به زمین نوک می زدند. بازنشسته بهداری که مثل شیره‌ای ها کمی تو دماغی حرف می زد 1-2 قدم رفت عقب و با صدای بلندتری گفت: به جای این کار می رفتی ضرب یاد می گرفتی. بعد میگم استاد. مرد چاق بیان که سر برگرداند گفت: حرف حساب. اما به نظر می آمد از بازنشسته بهداری خوشش نمی آید.
و درست کنار جیم سایه روی آن صندلی‌های سبز نشسته بود و وقتی حرف میزد صورت گوشتالو و چاقش حالتی مهربان میگرفت. جیم سایه گفت: چرا شماها باور نمی کنید؟ من قبلا شاعر بودم، یعنی حالا هم هستم، اما اون سالها عکس و شعرم هر روز توی روزنامه ها چاپ می شد. بازنشسته بهداری گفت: عکس من هم یه بار توی صفحه حوادث چاپ شده بود. اشتباهی. من میخواستم برم سفر خارجه. عکس داده بودم که خداحافظی کنم. بعد دیدم توی صفحه حوادث. مرد چاق بهش خندید و گفت: تازه چاپ شده باشه چه فایده ای داره؟ جیم سایه شعر تازه‌ای می‌سراید. جیم سایه باز هم صاحب اولاد شد. شعری از جیم سایه. چه روزهایی بود، چه آدمهایی بودند. بازنشسته بهداری گفت: اگه عکس چاپ میشد که من باید تو رو بشناسم استاد. جیم سایه گفت: چیزی یادت میاد؟ بازنشسته بهداری گفت: تو همونی نبودی که مشتشو گذاشته بود بیخ صورتش؟ گفت: نه. اونی که نیشش همیشه باز بود؟ جیم سایه کمی کلافه شده بود، اما داشت سعی میکرد همه چیز را درست توضیح دهد. گفت: نه ببین، موضوع مال قدیماست. پیرن سفید تنمه، موهام جعد داره، کراوات زدم، لبخند هم میزنم. یکی دیگه هم بود که بیشتر وقتا اونو گراور میکردن. صورتم نیمرخ پیداست، موهام بلندتره و قیافم خیلی جدی و دردمندانه جلوه میکنه. موهای شقیقم تک و توک سفید شده و خیلی حسابی. بازنشسته بهداری گفت: اینجور که میگی اگه عکس چاپ شده باشه که من باید تو رو بشناسم استاد. جیم سایه گفت: شاید یادت نیست. بازنشسته بهداری گفت: نه، من حتی عکس اصغر قاطر رو موقع اعدام یادمه، اما تو. جیم سایه گفت: به جان 4 تا بچه ها من شاعر معروفی بودم، حالا به این روز افتادم. مرد چاق که در تمام این مدت نگاهش را به نرده های پارک دوخته بود سعی کرد به حرفای آنها توجهی نکند. طاقت نیاورد. مچ دست جیم سایه را گرفت و چند بار تکان داد. خب که چی؟ چرا بحث بیخود میکنید؟ جیم سایه گفت: من که نمیخوام کلاهبرداری کنم، من که نمیخوام شماها رو گول بزنم، من فقط میخوام شعرمو بخونم. مرد چاق گفت: مرد حسابی، مگه تو مهندسی که پیش بینی کرده بودی سقف فرودگاه مهرآباد میاد پایین؟ از کجا فهمیده بودی؟ مگه پیشگویی؟ جیم سایه گفت: اونا هم همینو گفتن. 48 ساعت بازداشتم کردن و پرسیدن که از کجا میدونستی. من گفتم این فقط احساس من بود. اونا میخواستن برام حبس ببرن. گفتن چرا مسئله‌ای به این مهمی رو جدی مطرح نکرده ای؟ من گفتم خب توی شعرم مطرح کردم. اونا گفتن آقا مرد حسابی، با شعر آدم مسئله‌ای به این مهمی رو با شعر میگه. آن 2 نفر خندیدند. مرد چاق که از خنده سرخ شده بود گفت: قربون آدمی چیز فهم. جیم سایه گفت: 33 سال معلمی کردم، گچ خوردم و تو مطبعی خواندنی ها سرم به شعر و شاعری گرم بود. نفهمیدم کی زنم مرد. بعد از مرگش یه شعر براش گفتم که مطلعش اینه. مرد چاق گفت: ببین اومدی نسازی. بازنشسته بهداری گفت: باز هم زدی به جدول استاد جان. مرد چاق گفت: آره استاد ول کن. بازنشسته بهداری گفت: مثلا اگه این استاد بگه که توی دسته ابوالحسن صبا یا کلنل وزیری ضرب میزده تو باور میکنی؟ جیم سایه گفت: البته که باور میکنم. مرد چاق گفت: خب برای اینکه ساده لوحی، آدم که نباید هر چیزی رو باور کنه. من میگم گوشهای آدم باید یکیش در باشه و یکیش دروازه. دنیا رو سیاحت کن، این درختها رو تماشا کن، این کفترها، این گلا، این دنیای فانی. یه لقمه بخور، بخواب، صبح پاشو باز از نو شروع کن. دنبال چی میگردی؟ حالا اینایی که گفتم بی شعر و شاعری پیش نمیره.
بازنشسته بهداری گفت: استاد، یه رنگ دیگه واسه استاد بیا حال کنه. جیم سایه گفت: آخه وقتی شاعرم بگم نیستم. مرد چاق چشماش را کوچک کرد و جوری خیره جیم سایه شد که او ناچار شد سرش را زیر بیاندازد و از خنده‌اش به خنده بیفتد. گفت: باور کنید دروغ نمیگم. مرد چاق گفت: عزیز من، چرا کاری میکنی بهت بخندن؟ من 30 سال تمام توی این اداره مالیه کار کردم، نه 1 ساعت بیشتر و نه 1 ساعت کمتر. 7 صبح دفتر امضا می کردم، 2 بعد از ظهر می زدم بیرون، راه به راه مرخصیامو می رفتم اصفهان، شیراز، کاشان. چیزها دیدم، آدمها دیدم، اما استاد جان اینجورشو ندیده بودم. یکی بود مثل تو، یه آدم قد بلند، سیبیل کلفتی که کارش برای دیگران بود. میگفت من شیشه میخورم. شما فکر میکنید خوردن نصف لامپ مهتابی یا لیوان شکسته یا جویدن نعلبکی هنر نیست؟ تماشا کردن این کارهای عجیب 2 تومن نمیارزید؟ یه رفیق عاشق پیشه داشتم، روحش شاد. میگفت من اگه این یارو رو ببینم میگم شیشه ماشینم رو بخور 100 تومن بگیر. استاد جان، این مردم کارها بلدن، هنرها دارن، منتها رو نمی کنن. تو هی اصرار میکنی که شاعرم. شاعر که نیستی، بی خود نگو شاعرم. تازه اگه شاعرم باشی از من بشنو ول کن. این همه کار، این همه هنر، حتما نباید که شاعر باشی. بازنشسته بهداری دندان آریش را با 2 انگشت سفت کرد و گفت: این هم حرفی. خب استاد جان، یه رنگ زنگ شتر بزن. زد. بازنشسته بهداری گره کراواتش را شل کرد، گردن نازک و چروکیده‌اش را تکان داد و باز ابرو انداخت، بشکن زد و بعد قر داد. دامن کتش را پس زد و قر داد. آن وقت نشست و گفت: ببین، به هر گوشه این پارک نگاه کنی دسته دسته نشستن و دارن روزشون رو شب میکنن، اما هیچ کی مثل ما خوش نیست. جیم سایه نمیدانست چه کند. به سطوح آمده بود، بغض گلوش را گرفته بود و چشمهاش به 2 افتاده بود. شب پیش هم که رفته بود خانه برادرزاده اش همین حال بهش دست داده بود، چون نتوانسته بود شعرش را بخواند. بچه ها سر و صدا می کردند و بزرگترها گوش نمی دادند. زن برادرزاده‌اش می گفت: عمو جان، قصه نخورید، شاعرها بعد از مرگ به شهرت می رسن. برادرزاده‌اش می گفت: بله، برای این که 100 سال از جامعه جلوترن. پسرش کامبیز گفت: بابا، یعنی چی که 100 سال جلوترن؟ یعنی این که شاعر و هنرمند چیزایی میدونه که مردم 100 سال بعد تازه میفهمن. کامبیز رفت پهلوی جیم سایه نشست و با احترام و دقتی خاص خیره ی حرکات عمو شد. جیم سایه پرسید: کلاس چندمی کامبیز جان؟ کامبیز گفت: 2 راهنمایی. آفرین، آفرین. شعر از بر نیستی؟ کامبیز به گلهای قالی خیره شد. کمی فکر کرد و بعد گفت: چرا عمو جون؟ نبینی باغبان چون گل بکارد، چه مایه غم خورد تا گل برآرد. پدرش که رفته بود چای بیاورد از دم آشپزخانه گفت: گره خر، چرا رفتی اونجا نشستی؟ پاشو برو مشقاتو بنویس. جیم سایه با چه دردسری آنجا را پیدا کرده بود. پرسان از این اتوبوس به آن اتوبوس 3 خط سوار شده بود و آنجا سر تا سر خیابان را بالا و پایین رفته بود. خسته و از پا افتاده خانه را پیدا کرده بود. بعد تا آمده بود شعرش را بخواند، برادرزاده‌اش گفته بود: عمو جون، این کامران پدر سوخته من صدای بزغاله در میاره، عین بزغاله. شما دیدین؟ نه. کامران. بچه آمده بود و با آمادگی کامل صدای بزغاله را در آورده بود. جیم سایه نتوانسته بود نخندد. شعرش را تا کرده بود و در جیبش گذاشته بود، اما دلش گرفته بود. مرد چاق گفت: چیه استاد جان، تو فکری؟ جیم سایه گفت: دلم گرفته. بازنشسته بهداری گفت: ای آقا، پس ما باید چه کار کنیم که شاعرم نیستیم؟
باز تو اقلن شعر بلدی، سرتو به چیزی گرم میکنی. مرد چاق گفت تو چرا خودتو لوس میکنی؟ بیمزه. و رو کرد به جیم سایه. پس ما به چه دردی میخوریم استاد؟ جیم سایه گفت اسم من در اصل جیم سایه نیست. مرد چاق گفت آفرین، درست شد، حالا شد. جیم سایه گفت جیم سایه تخلص منه. اسم من جواد سلیم بیگیه. اونایی که منو میشناختن، شاعرها و مطبع چیا، همه مردن. مردم که این چیزها رو نمیدونن. من خیال میکردم شاید شماها منو بشناسین. شاید شعرهای من یا عکسای من یادتون بیاد. برای همین امروز اومدم اینجا. مرد چاق گفت دست خودت نیست. مثل گربه مرتضی علی هر جوری پرتت کنن 4 دست و پا میای پایین که بگی من شاعرم استاد جان. و این حرفا را یک نفس گفت، جوری که رگ‌های گردنش باد کرده بود و یکی از دکمه‌های پیراهنش افتاد. خم شد. دکمه را برداشت. دستی به شکم چاقش کشید. آروغی زد و با اخم گفت عجب مرضی به جون این مردم افتاده. هی خیال میکنن یه کوفتی هستن. استاد جان، عزیز من، پدر من، پسر من، که چی؟ مگه ما از دیگران چی کم داریم؟ بازنشسته بهداری گفت آره بابا، اینم حرفی. جیم سایه پا شد. عصایش را برداشت و راه افتاد. از پارک شهر بیرون زد. دلگیر، به قصد باز نیامدن و خیلی دلش از آدمها گرفته بود. به حدی که حالا خودش را سرزنش می کرد و به همه آدمهای پیر پارک شهر لعنت می فرستاد. گوشه خیابان ایستاد. لای کاغذ پاره ها گشت. یک بلیط پیدا کرد و در لحظه ای که اتوبوس داشت راه می افتاد با عصا اشاره کرد و با زحمت سوار شد. توی اتوبوس خیلی شلوغ بود و جیم سایه جایی برای نشستن پیدا نمی کرد. دستش را به میله سقف گرفت و به بیرون خیره شد. یاد آن وقت‌های افتاد که وقتی با روزنامه به خانه برمیگشت، زنش روی صندلی لهستانی می نشست. آرنجش را بر دسته صندلی می گذاشت و با دقت گوش می داد. حالا مهم نبود که جیم سایه براش چی می خواند. گوش می داد. دستی به شانه اش خورد. پدر، بنشینید. نشست و پیش از آن که بخواهد تشکر کند، جوانک پیاده شده بود. صدای گریه زجه مانند بچه‌ای از ته اتوبوس به گوش می رسید. رو برگرداند. بغل دستیش مردی با ریش پروفسوری و عینک دور سیاه داشت روزنامه می خواند. جیم سایه گفت روزنامه امروزه؟ مرد گفت آره و به خواندن ادامه داد. جیم سایه گفت قدیما اینجور نبود. روزنامه به همه می رسید. اما حالا. مرد نگاهی به او انداخت و گفت هم تیراژ کمه هم توزیع غلطه. جیم سایه گفت چند ساله که نتونستم یه روزنامه بگیرم. مرد با تعجب نگاهش کرد. چطور؟ جیم سایه گفت یه زمانی خودمون مطبع چی بودیم. این روزنامه ها دست ما بود. ولی حالا سال هاست که حتی یه روزنامه گیرم نیومده. نه جونشو دارم توی صف وایسم، نه دیگه کسی ما رو آبونه میکنه. و سکوت کرد. مرد گفت عجب. جیم سایه گفت شما منو میشناسین؟ مرد گفت نه. حق دارین. من به فرهنگ این مملکت خدمت‌ها کردم. من در مورد چیزهای مهم شعر گفتم. سقف فرودگاه مهرآباد یادتون هست؟ من پیش از حادثه اعلام خطر کرده بودم. مرد دسته عینکش را به ریشش کشید. چطور؟ من جیم سایه هستم. جیم سایه؟ کمی فکر کرد. سر تکان داد. شانه بالا انداخت و لب برگرداند. شما شعرهای منو نخوندین. بله نخوندین. ولی من شاعر بودم. یک زمانی هم سردبیر بودم. شعرهای دیگران رو چاپ می کردم. اما حالا روزنامه ها حاضر نیستن شعرهای منو چاپ کنن. مرد گفت شما شعراتون رو فرستادین که چاپ نکردن؟ جیم سایه گفت اون وقتا هر روز عکس و شعرم چاپ می شد. اما حالا. مرد گفت حالا هرچی دم دستتون باشه چاپ می کنن. چطور شعرهای شما رو؟
جیم سایه گفت عکسای اون وقتم با حالا توفیر داره. من اینقدر شکسته و پیر نبودم. سرش را زیر انداخت و بی اختیار دست به جیب برد. کاغذی بیرون آورد و گفت میخواید این آخرین شعرمو براتون بخونم؟ مرد گفت البته. به جلوی اتوبوس سرک کشید و گفت البته، اما من بایستی پیاده بشم. زودتر بخونید. جیم سایه گفت خب پس اجازه بدید. من توی این شعر تازم اعلام خطر کردم که میدونید درست شب. اتوبوس در ایستگاه ایستاد. مرد گفت ببخشید اجازه بدین من پیاده بشم. جیم سایه راه داد تا مرد بگذرد. آن وقت شعر را تا کرد و در جیب گذاشت. اتوبوس راه افتاد. جیم سایه به تک تک مسافرها نگاه کرد. مردی روی صندلی جلو خواب بود. چند بچه محصل سر و صدا می کردند. عده‌ای مثل لاشه گوشت وسط اتوبوس آویزان بودند و یک زن آرام آرام به پشت بچه‌اش می زد. جیم سایه آهی کشید و سعی کرد دیگر به چیزی فکر نکند. دلش می‌خواست زودتر به خانه‌اش برسد و بخزد زیر پتو، چند ساعتی بخوابد، بعد برود گلدانهاش را آب بدهد.